رحمتالله ظاهرов رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ادعا دارد که شهرت قدرتوف وکیل دفاع زندانی باید 1 سال پیش آزاد میشد، اما مقامات میگویند که مهلت ادای جزای شهرت قدرتوف روز 26 آگوست امسال به انجام میرسد. با گفته مقامات بر اساس قانون شهرت قدرتوف 26 آگوست سال جاری مهلت ادای جزایش را به پایان میبرد. از این رو خود همین روز از زندان رها خواهد شد. مقامات این حرف را بدون صحبت در میکروفون بیان کردند. این هم در حالی که همسر شهرت قدرتوف نیز از نام دادستانی کل و وزارت عدلیه تاجیکستان نامه گرفته است که بر اساس آن این وکیل دفاع زندانی بعد تاریخ 26 آگوست آزاد می شود. اما رحمتالله ظاهرov رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید شهرت قدرتوف باید آخر سال 2016 و یا اوایل سال 2017 آزاد میشد. رحمتالله ظاهرov گفت اول 9 سال زندگی بودم، سال هر چه تطبیق شد تا 4 سال پر آمده بود، لیکن با تطبیق نکردن و آزاد میشد. حاضر همین 4 سالش استادیم، یعنی جواب سال همین شد که 26 آگوست 2018 آزاد میشد. لیکن باید آخر لکه 2016 سرشوی 2017 آزاد بشد. همین طور رحمتالله ظاهرov ادعا دارد که مقامات تطبیق شدن امنیستی یا قانون عفو سال 2017 نسبت شهرت قدرتوف را به نظر نگرفتند و یا نادیده گرفتند. در همین حال رحمتالله ظاهرov عنوان دادستانی کل و وزارت عدلیه در مورد بدون تأخیر و فوراً آزاد کردن شهرت قدرتوف نامه فرستاده است و میگوید به زودی این نامه ها را در صفحه فیسبوکیش نشر خواهد کرد تا مردم از وجه و شرحش در رابطه با سرنوشت شهرت آگاه شوند. رهبریت دادگاه عالی و دادستانی کل تاجیکستان پیشتر گفته بودند که شهرت قدرتوف در قطار دیگر افراد زندانی در چارچوب قانون‌های کشور و در دایره مهلت ادای جزا آزاد خواهد شد. مقامات شهرت قدرتوف وکیل سرشناس تاجیک را سال 2014 با اتهام رشوه‌خواری دستگیر کردند. دادگاه شهر دوشنبه ماه ژانویه سال 2015 او را به 9 سال زندان محکوم کرد، ولی بعدا دادگاه عالی حکم را تغییر داد و تا 3 سال و 8 ماه پایین آورد. بسیاری از حامیان حقوق و طرفدارانش میگویند که شهرت قدرتوف را که با لحن تند از عملکردهای حکومت انتقاد میکرد برای دیگر اندیشیش به زندان انداختند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و از جمله پارلمان اروپا هم از مقامات تاجیکستان خواستند که شهرت قدرتوف را از زندان آزاد کنند.